بنده مهدی اسماعیلی، کنترلر رادار فرودگاه شیراز، 26 سال سابقه در حال حاضر در خدمت هستیم. مراقبت پرواز البته خب عشق من هست یه جورایی. اگر که این حسه نبود قطعا خیلی وقت پیش من ترکش کرده بودم و ادامه نمیدادم. به نظر من یه شغل بسیار بسیار مقدس هست که هم نحوه کارش از لحاظ فنی و هم ساختار سازمانی که درش در واقع شدیم، یه خانواده‌ای هستیم که یه کاریو به صورت تیمی و جمعی انجام میدیم و یه جو بسیار لذت بخش و خوبی رو در واقع ما تجربه میکنیم در محیط مراقبت پرواز. بله، میتونید برامون بگید اولین باری که به عنوان یک کنترل ترافیک هوایی در موقعیت کاریتون قرار گرفتید یا اولین باری که میکروفون رو پرس کردید، اون موقع چه احساسی داشتید؟ در واقع روزهای اول که من فرودگاه البته شیراز که شروع به کار کردم و به عنوان یک کنترلر میکروفون رو پرس کردم، خب یه حس در واقع اینکه یه حالت اباحت بودن و قدرت داشتن، قدرتمند بودن رو بهم میداد واقعا. و اینکه از یه فضای متفاوت و در یه ارتفاع بسیار بالا بتونی یه سری پرنده و هواپیما رو کنترل کنی، قطعا برای هر کسی میتونه جذاب و دیدنی و تجربه خوب باشه. بله، اگه بخواید برای مردم توضیح بدید که چرا کار شما مهم هستش، چی میگید؟ در واقع مسئولیت کار ما، مسئولیتی که در واقع ما داریم جوری هست که همین یه جمله بگم خدمتتون که نباید اشتباه کرد و یه اشتباه میتونه خدای نکرده باعث این بشه که یه پرواز یا دو پرواز به هم برخورد کنن خدای نکرده و اتفاقاتی که در پی خواهد داشت بسیار بد و ناگوار و حتی در فاجعه‌های ملی میتونه این نمود داشته باشه و در واقع ناگوار باشه. تخصص کاری ما جوری هست که بر اساس ثانیه ها گاهن خیلی خیلی مهم است. یعنی ثانیه ها هستن که تصمیم میگیرن. اینه که واقعا نباید به این سمت بیایم که اشتباهی انجام بشه، ولی خدای نکرده اگر یه اشتباه کوچک انجام بشه، یه همجواری صورت بگیره، حداقلش این است که تا مدت ها من کاری به اون سمتی که حالا پروازها هستن و خلبان‌ها هستن ندارم، ولی خب خودم حداقل مطمئنم که شاید تا مدت ها ماه ها درگیر این اتفاق بد و ناگوار باشم که این حس و در واقع استرس و همراه من باشه. بله، تا اونجایی که من اطلاع دارم کار شما معمولاً کمتر دیده میشه بین عموم مردم. در مورد این قضیه صحبتی دارید؟ بله، متاسفانه سلف ما جوری هست که در واقع محیط کارمون یه جوری هست که ایزوله هست و ارباب رجوع‌های ما یه سری فرکانس و هواپیما هستن و چون ما دردید در واقع مردم نیستیم، اینه که کار یه کار خاص هست و اطلاعات کمی متاسفانه به خاطر اون عدم اطلاع رسانی از سمت حالا مسئولین یا حتی خود صنف خودمون انجام نشده که باعث شده این در واقع شغل مخفول بمونه. بله، شما آیا تا کنون در موقعیت کاریتون یک شرایط بحرانی یا موقعیت‌های اضطراری تجربه کردید که بخواید با بیننده‌های ما در میون بذارید و در موردش یه توضیحی بدید؟ بله، قطعا من در واقع حداقل 7-8 مورد در واقع مورد مسائل داشتیم که منجر خدای نکرده به سانحه شاید میشده، ولی خب خدا رو شکر جلوش گرفته شده. و یه موردش که عرض کنم خدمتتون این بود که من وکتور میکردم، تقریبا 5 یا 6 تا ورودی داشتم. متاسفانه یکی از پروازها ارتفاعی که من براشون خوندم 13,000 پا رو 12,000 پا گرفته بود و توی اون ریدبک و بازخوانی 12,000 پا گفته بود، ولی خب من متاسفانه اینو متوجه نشده بودم. ولی خب خدا رو شکر سریع متوجه شدم و اینو درستش کردم و الحمدلله به خیر گذشت. بله جناب مهندس، شما به عنوان معاون یکی از تیم‌های عملیاتی در فرودگاه شیراز، اگر یک زمانی یکی از اعضای تیمتون دچار اشتباهی بشه در کار، چه واکنشی نشون میدید و این شرایط رو چگونه مدیریت میکنید؟ بله، قطعا اشتباه قسمتی ناگزیر از کار هست. یعنی در واقع نه فقط کار، تو زندگی بالاخره ما تمام اتفاقاتی که میفته قرار نیست که همشون درست باشن و به نظر من هر اشتباهی
و هر شکستی و هر نتیجه نامطلوبی، این باعث میشه که ما بتونیم خودمون رو در واقع آماده کنیم برای موفقیت و اینکه خودمون رو در واقع بسازیم و اون بهسازی و توانمندی توی خودمون شکل بگیره و حتی توی تیممون. و اینا رو به نظر من به عنوان بازخورد مثبت می‌بینم که میتونه تاثیرگذار باشه توی در واقع روند آموزش‌هایی که در آینده ما در نظر بگیریم برای پرسنل و خودمون و تیممون که ان شاءالله به نتیجه مطلوبی برسیم. همکاری شما با خلبان‌ها و سایر ارگان‌های دیگه در شرایط پیچیده چگونه انجام میشه؟ ما در واقع جوی ایجاد میشه که اطلاع رسانیه بین شرکت‌ها و ماها و در واقع تیمایی که در واقع جورایی میتونن تاثیر مثبت توی کار ما بذارن و باعث بشن که ایمنی حفظ بشه و جلوگیری از خطر بشه، به صورت خیلی در واقع تنگاتنگ انجام میشه و ما به عنوان یک واحدی که میتونیم هماهنگ کننده و حامی پرواز باشیم و یک کمک‌هایی در واقع از سمت چیز در واقع قسمت‌های زمینی به سمت پرواز داشته باشیم، این کارا رو انجام میدیم و سعی میکنیم که با توجه به این نزدیکی هماهنگی که در واقع وجود داره اون قسمت بازخورد به سمت پرواز انجام بشه و کابینی که در واقع اون شرایط بد و ناگوار داره تجربه میکنن رو آرامش بهش بدیم، آرومش کنیم که در نهایت منجر به سیفتی و ایمنی بیشتر و گذر از اون مرحله باشیم. بله، شما به عنوان فردی که تجربه زیادی در این حرفه دارید، اگر زمانی بخواد یه تغییری یا بهبودی در سیستم کنترل ترافیک هوایی ایران ایجاد کنید، چه پیشنهادی دارید برای این قضیه؟ در واقع مهمترین چیز که فکر میکنم ما کم داشته باشیم توی این حرفه همون چیزی که شما فرمودید هست، اینکه در واقع نمیشناسن. وقتی شما به هر اندازم که کارتون مهم باشه، کارتون در واقع در سطح های تک قرار گرفته باشه ولی کسی ندونه که در واقع چه اتفاقی داره میفته، این به نظر من یه حلقه گم شده در واقع متاسفانه حرکتی است که مراقبت پرواز داره به سمت جلو میبره. این شناخته باید از سمت در واقع این اطلاع رسانی و شناخت این حرفه باید صورت بگیره که جامعه در واقع بشناسن و این شناخت جامعه نسبت به این حرفه باعث دلگرمی قطعا پرسنل و کنترلر ها میشه که بتونن مسیر رو بهتر ادامه بدن. اگه وارد این حرفه نشده بودید، دوست داشتین چه شغلی رو انتخاب میکردید؟ خلبان. بله. جناب مهندس، آخرین کتابی که مطالعه کردید چی بوده؟ آخرین کتابی که در واقع هنوز تمامش نکردم آن اصل کاری هست. بله، میشه توضیح در موردش بدید؟ همونطور که عرض کنم، خلاصه در واقع کتاب این است که شما در مسائل کاری که در واقع پیش رو دارید، زندگی، حالا هر بخشی که درس هست، فن و حرفه، حالا یا هر شغلی که دارید، اون تمرکز بر روی اون کار باعث میشه که در واقع شما پیشرفت خیلی خیلی خوبی داشته باشید و تمام در واقع موانعی که باعث میشن در واقع مسیر حرکت به سمت هدف کند بشه، عدم تمرکز بر روی کار هست. بله، اگه روزی رئیس جمهور بشید چه تغییری ایجاد میکنید؟ رئیس جمهور شدن هنوز بهش فکر نکردم، ولی خب فکر میکنم آدم تو هر پست سازمانی که قرار میگیره قطعا با توجه به شرح وظایفی که برای اون پست تعریف شده باید جلو بره و تمام اون نقصانی که در واقع کمبودهایی که وجود داره، نقصایی که وجود داره، همینقدر که تلاش کنه اون رو پوشش بده، قطعا مسیر خوبی رو در پیش رو خواهد داشت. با شنیدن این کلمات اولین واژه‌ای که به ذهنتون میرسه رو بیان کنید. باند فرودگاه. تیک آف. مسافر. مسافرت. چالش. راهی برای رسیدن به هدف. امنیت. باعث آرامش میشه. ترافیک هوایی. لذت بخش. گردشگری. خیلی دوستش دارم. خدمات. خدمات بهینه. خدمات اگر در سطح بالا اجرا بشه باعث پیشرفت کار میشه. فرصت. فرصت زود میگذره. فرهنگ. فرهنگ باید همیشه عالی باشه. زمان. زودگذر. شیراز. راز. فناوری. فناوری یعنی در واقع ساکن نبودن، داشتن فناوری یعنی نشونه بلوغ و در واقع حرکت هست. هلیکوپتر. هلیکوپتر
حالت کمک رسان من تو ذهنم اومد با هلیکوپتر، واژه هلیکوپتر. پرواز، عشق منه، خلبان. دوستش دارم. به عنوان فردی که سالها تجربه دارید، اگر کسی بخواد وارد این حرفه بشه چه صحبتی براشون دارید برای افرادی که بخوان وارد این حرفه بشن؟ در واقع حرفه بسیار 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 زیبایی هست، واقعا قشنگه. اگر که از مسئولیت کسی نمیترسه، از چالش در واقع فراری نیست و مشکل برای چالش نداشته باشه و قدرت حل مسئله خوبی داشته باشه، این شغل بسیار بی‌نظیره. من کاری به مسائل مادی اصلا ندارم، فقط بحث تخصصی میگم خدمتتون. شغل رو واقعا باید عاشقش باشی، چون پر از دنیایی از اتفاقاتی هست که هر روز رنگ و روی تازه‌ای رو به در واقع به اون نشون میده، به خودش میگیره و این جذابیت کار هست که من این تنوع رو دوست دارم. خیلی ممنون به خاطر وقتی که در اختیار ما قرار دادید. در پایان اگه صحبتی دارید برای بیننده‌هامون بیان کنید. ممنونم از شما، مرسی که این وقت رو به بنده دادید و تبریک میگم بهتون با این در واقع کاری که تازه شروع کردید و امیدوارم که دیتاهای بسیار جذابی جمع کنید که هم در آینده خود ما و هم بچه‌هامون و هم این صنف بتونن استفاده کنن، لذتشو ببرن. متشکرم، روزتون بخیر، خداحافظ.